سوره فاطیر یعنی آفریننده در مکه نازل شد و 45 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر. ستایش از آن الله است که آفریننده آسمان ها و زمین، آن که فرشتگان را رسولان گردانید، فرشتگانی که بالهای دارند، دو دو و سه سه و چهار چهار. در آفرینش هرچی بخواهد، یعنی فرشتگان، آدمان و دیگر مخلوقات جهان می افزاید. هر آینه الله به هر کار تواناست. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. رحمتی که الله بر مردم بکشاید کسی نتواند که بازش دارد، و چون چیزی را دریغ دارد کس نتواند که جز او روانش دارد، و اوست پیروزمند و حکیم. یعنی از این رو نه در کار عاجز میماند و نه کار را بدونی یعنی بی حکمت انجام میدهد. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو لا اله الا هو فأنا تؤفکون. ای مردم، نعمت را که الله بر شما ارزانی داده است یاد کنید، یعنی با بجای آوردن شکر و ادای حق آن و ناسپاس نباشد و از کنار این همه نعمتها و امکانات و برکات حیات بی‌پروا نگذرید، بلکه از خود بپرسید آیا جز الله آفریننده دیگری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ یعنی نه، اصلا نه. الله برحق جز آن نیست، پس چگونه از حق براحتان میکنید؟ و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلك و الی الله ترجع الامور. اگر تو را دروغگو شماریدند، پیامبران را هم که پیش از تو بودند دروغگو برآوردند و همه کارها به الله بازگردانیده شود. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، وعده الله حق است. زندگی دنیا شما را نفریبد و آن شیطان فریبنده به خدا مغرورتان نگرداند. إن
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شیطان به تحقیق دشمن شماست. او را دشمن گیرد. البته او فرمانبران خویش را دعوت می کند تا همه از دوزخیان باشند. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. و کافران را عذاب است سخت و برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند آمرزش یعنی بخشش و ثواب بزرگ است. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا آن که کرداری بدش در نظرش آراسته شده چنان که نیکویش پنداشت مانند کسی است که چنین نیست؟ پس الله به تحقیق هر کی را خواهد گمراه می کند و هر کی را خواهد هدایت می کند. نباید که جان تو به خاطر آنها دچار اندوه شود. البته الله به کارهایی که می کنند آگاه است. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الله که بادها را فرستاد تا ابرها را برانگیزند و ما آنها را به سرزمین‌های مرده می‌رانیم و زمین مرده را با آن زنده می‌کنیم. زنده گشتن در روز قیامت نیز چنین است. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هر کی خواهان عزت است بداند که عزت همگی از آن الله است. سخن خوش و پاک به سوی او بالا می رود و کردار نیک است که آن را بالا می برد و برای آنان که از روی مکر به فسادکاری می پردازند عذاب است سخت و مکرشان نیز از میان می رود. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله
الله شما را از خاک و سپس از نطفه بیافرید. آنگاه جفت‌های یکدیگرتان قرار داد. هیچ زن حامله نمی شود و نمی زاید مگر به علم او، و عمر هیچ سال خورده به درازا نکشد و از عمر کسی کم نگردد جز آن که همه در کتاب نوشته شده است، و بیشک این کارها بر الله آسان است. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این دو بحر یکسان نیستند. یکی آب شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ. از هر دو گوشت تازه می خورد، ماهی یعنی، و از آنها چیزهای برای آرایش تن خویش بیرون می کشد، یعنی در و مرجان، و می بینی کشتی ها را، یعنی در چهارچوبه قانون وزن مخصوص اشیا، که آب را می شکافند تا شما از فضل الله روزی طلبید و باشد که سپاسگزار باشد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. از شب کم می کند و به روز می افزاید و از روز کم می کند و به شب می افزاید و آفتاب و ماه را رام می کند، یعنی برای سود انسانها به چرخش انداخته است. هر یک تا زمان معین در حرکتند. این است الله پروردگار شما، فرمان روایی از آن اوست. چیزهایی را که غیر او به خدایی می خواند، مالک پشت میان دانه خرمای هم نیستند. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و اگر آنها را بخوانید صدایتان را نمی شنوند و اگر بشنوند پاسختان نمی گویند و در روز قیامت شرک آوردنتان را انکار می کنند و کس مانند خدای آگاه خبر دارد نسازد. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، همه شما به الله محتاجید، اوست بی نیاز و ستودنی. یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواهد شما را از میان می برد و مردم دیگر را می آورد، یعنی
جایگزین شما می سازد. وما ذلك على الله بعزیز. و این کار بر الله دشوار نیست. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیچ کس باری گناهی دیگری را برداشت نکشد و اگر گرانبار کسی را بر برداشتن بار خود صدا کند هرچند خویشاوند او باشد از برداشتنی یعنی باری گناه او روی گرداند. هر آینه تو فقط کسانی را می ترسانی که از پروردگارشان را نادیده بیمناکند و نماز می گذارند. هر کی پاک شود البته برای خود پاک شده و بازگشتی همه به سوی الله است. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نابینا و بینا برابر نیستند و تاریکی و روشنی و نه سایه و حرارت آفتاب و زندگان و مردگان برابر نیستند. البته الله هر کی را خواهد میشنواند و تو نمیتوانی سخن خود را به مردگانی که در گور خفتند بشنوانی. تو جز بیم دهنده نیستی، یعنی تو فقط بیم دهنده هستی. هر آینه ما تو را به حق به پیغمبری فرستادیم تا مژده دهی و بیم دهی و هیچ ملت نیست مگر که در میانشان بیم دهنده بوده است. و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. اگر تو را دروغگو شماریدند کسانی هم که پیش از آنان بودند پیامبرانشان را که با معجزات و با نوشته ها و کتابی روشن به میانشان آمده بودند دروغگو برآوردند. سپس آنهایی را که کفر می‌ورزیدند فرو گرفتند، یعنی به سبب گناه‌هایشان. عقوبت من چگونه بود؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض
حمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ندیده ای که الله به تحقیق از آسمان باران فرستاد و با آن میوه های گوناگون رویانیدیم و از کوه‌ها راه‌ها پدید آوردیم، سفید و سرخ و رنگارنگ و به غایت سیاه. و من الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. همچنین از مردم و جنبندگان یعنی جانوران و چهارپایان گوناگون، البته از میان بندگان الله تنها دانشمندان از او می‌ترسند و هر آینه الله پیروزمند و آمرزنده است. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. به تحقیق آنان که کتاب الله را یعنی قرآن را می‌خوانند و نماز می‌گزارند و از آنچه به آنها داده ایم پنهانی و آشکارا صدقه می‌کنند، امیدوار به تجارت هستند که هرگز زیان نمی‌کنند. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إنه غفور شكور. زیرا الله مکافاتشان را به تمامی می‌دهد و از فضل خود چیز بر آن می افزاید. به تحقیق الله آمرزنده و پذیرنده سپاس است. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. هرچی از آن کتاب به تو وحی کردم بر حق است که کتاب‌های پیش از خود را تصدیق می‌کند و البته الله بر بندگانش آگاه و بیناست. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سپس کتاب را یعنی قرآن را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم یعنی امت محمد صلی الله علیه و سلم به میراث دادیم. بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی با فرمان الله در کارهای نیک پیشی گرفتند و این است بخشایش بزرگ. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. به بهشت هایی که جایگاه جاویدانه آنهاست داخل می شوند. در آنجا به دستبندهای زر و مروارید آنها را می آرایند و در آنجا جامه هایشان از حریر است. وقالوا الحمد لله الذي أذهب
وأذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. و میگویند سپاس الله را که انده از ما دور کرد. به تحقیق پروردگار ما آمرزنده و شکرپذیر است. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. آن الله که ما را از فضل خویش به این سرای جاویدان درآورد که در آنجا نه رنج یعنی جسمانی بر ما می رسد و نه خستگی یعنی روحانی. والذین كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. و کافران را آتش جهنم است، نه حکم کرده شود بر آنها تا بمیرند و نه عذابشان کم کرده شود. ناسپاسان را چنین جزا می دهیم. و هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. و از درون آتش فریاد زنند ای پروردگار ما را بیرون آر تا کارهای شایسته کنیم غیر از آنچه کردیم. آیا آنقدر شما را عمر نداده بودیم که پند گیرندگان پند گیرند و شما را بیم دهنده آمد پس بیچشید که گناهکاران را یاور نیست. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. البته الله دانای نهان آسمان ها و زمین است و هر آینه او به آنچه در دل هاست آگاه است. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. اوست که شما را در روی زمین جانشینی پیشینیان کرد پس هر کس که کافری کند کفرش بر زیان است و کفر کافران در پیشگاه پروردگارشان جز بر خشم نیفزاید و جز زیان چیز نصیب کافران نمی نماید. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بگو آن شریکان را که به جای الله یکتا می خواندید دیدید، به من بینماید که از زمین چی چیز را آفریدند یا در آفرینش آسمان چی شریکی داشتند. آیا بر آنها یعنی مشرکان کتاب یعنی کتاب آسمانی فرستاده ایم که آن را حجت خود یعنی در کار شرک و بت پرستیشان سازند؟ بلکه ستمکاران به یکدیگر جز فریب وعده نمیدهند. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. به تحقیق الله آسمان ها و زمین را نگه می دارد تا از آنجا بیجا نشود و اگر از جا بیجا شوند هیچ یک از شما جز آن نمی تواند آنها را نگه دارد. البته الله بردبار و آمرزنده است. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. به الله قسم های سخت خوردند یعنی کفار مکه که اگر بیم دهنده بیاید بهتر از هر امت دیگر هدایت یابند، ولی چون بیم دهنده آمد بدبینیشان افزود. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. به سرکشی در زمین و نیرنگ های بد و این نیرنگ های بد جز نیرنگ بازان را در بر نگیرد. آیا جز سنتی که بر گذشتگان رفته است منتظری چیز دیگری هستند؟ در سنت الله هرگز تبدیل نمیابی و در سنت الله هرگز تغییر نمیبینی. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا در زمین نمی‌گردند تا ببینند که عاقبت مردمی که پیش از آنها بودند و نیروی بیشتر داشتند به کجا کشید؟ هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست که الله را ناتوان سازد. هر آینه او دانا و تواناست. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده
و اگر خدا بخواهد مردم را به سبب کارهایی که کردند، یعنی فوراً و بدون دادن کمترین مهلت برای اصلاح شدن و تجدید نظر و خودسازی، بازخواست کند، برای زمین هیچ جنبنده باقی نگذارد، ولی الله با لطف و کرم خود جزای آنها را تا زمان معین، یعنی روز قیامت، به تأخیر می اندازد و چون مدتشان تمام شد، البته الله به اعمال بندگان خیش آگاه است و از گفتار و کردار و پندار آنها باخبر است. از این رو چنان که سزاوار است پاداش اعمالشان را می دهد. پایان سوره فاطر یعنی آفریننده. این سوره در مکه نازل شده است و از 45 آیت عبارت می باشد.